بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران عزیز، خواهران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله کتابتان باز بکنین. درس هفتم توحید الوهیت است. ما و شما خوانده بودیم در اقسام توحید که علما میگن که توحید سه قسم است. یکی توحید الوهیت و توحید ربوبیت و توحید اسماء و صفات. در توحید الوهیت طبعا کلمه الوهیت از کلمه اله گرفته شده و اله در لغت به معنای معبود است. و در اصطلاح قرآن شریف وقتی که قرآن شریف آیاتش دقیقا سرش بحث کردیم، اله در قرآن به معبود گفته میشه. البته اون معبودی که ذاتش عبادت میشه و شریعتش و قانونش اطاعت میشه. قرآن عظیم شان در مورد اله چند مطلب بیان میکنه. مطلب اول، قرآن عظیم شان معبود حقیقی که مستحق عبادت است او را معرفی میکنه که معبود یگانه است، یعنی الله سبحانه و تعالی. الله متعال میگه و الهکم، و معبود شما که ذاتش باید عبادت شود و احکام و شریعتش اطاعت شود، اله واحد، معبود یگانه است. لا اله الا هو الرحمن الرحیم، نیست هیچ معبود به حق الا هو مگر او، الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم است. مطلب دومی که قرآن عظیم شان برای ما و شما بیان میکنه رد عقیده تعدد معبودات است. قرآن عظیم شان چون در وقت نزول قرآن عظیم شان مردم بعضی ها دو معبود میگفتن هست. معبود خیر و شر در مناطق فارس وقت منطقه ایران و تاجیکستان و افغانستان و این منطقه کلشان شامل می شدن در مناطق فارس. در اینجا عقیده دو خدایی بود، ثنویت و یا آتش پرستی بود و بعضی مردم ها هر چیز عبادت می کردن. بعضی ها سه خدا می گفتن. الله متعال این اعتقادات رد کرد. مثلا گفت که نصارا به خاطر سه معبود قرار دادن کافر شدن. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یقینا که کافر شدن کسایی که گفتن سه معبود است. و ما من اله الا اله واحد، الله متعال میگه نیست معبودی به جز از معبود یگانه. سوره مائده آیت 73. دیگه قرآن عظیم شان بیان میکنه که بر تعدد اصلا دلیل نیست. ام اتخذوا من دونه آلهه، آیا اونان بغیر از الله معبودا را گرفتن؟ قل هاتوا برهانکم، شما برین دلایلتان را. از کجا کردین میره؟ در کدام کتاب آمده؟ کدام پیغمبر گفته؟ بناهن شما دروغ میگین، در حالی که این قریشی ادعا میکردن که ما پیروای ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام هستیم. کجا از کدام صحیفه ابراهیم علیه السلام گپ آمده؟ در سوره انبیاء آیت 24. تعدد معبودان باعث فساد نظام جهان میشه. سومی نقطه که بیان کرده، الله متعال میگه که لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. او مردم اگر بغیر از یک الههای دیگه می بود، معبودای دیگه می بود، لفسدتا، آسمان زمین فاسد میشدن. سوره انبیاء آیت 22.
چهارم نکته که بیان میکنه بیان عاجزی و ناتوانی معبودای باطل بیان میکنه که قل من یکلؤکم باللیل و النهار من الرحمن، بگو که چی کسی شما را در شب و روز از مؤاخذه و عذاب الله رحمان نجات میده. پس این معبودان عاجز و باطل که حتی در شب گذشته خواندیم که یک مگس نمیتونن از خود دور بکنن، یا چطور میتونن که معبود به حق باشن. پنجم بیان جهالت، هلاکت و بطلان بتپرستی را قرآن بیان میکنه که کسایی که بتپرستی میکنن، قبر پرستی میکنن، انسان پرستی میکنن، اینا جاهل هستن، اینا هلاک میشن و عقیده از اینا باطل است. الله متعال میگه وقتی که موسی علیه السلام امرای بنی اسرائیل در یک جای گذشتن، قالوا بنی اسرائیل گفتن یا موسی، این موسی، اینا گذشتن از یک جای یک منطقه میرفتن، دیدن اونجا بت پرست ها هستن. این بنی اسرائیل به موسی علیه السلام پیشنهاد کردن که اجعل لنا الها کما لهم آلهه، برای ما هم یک دانه بت بساز مثل که اونا بت ها و معبودای باطل دارن. قال انکم قوم تجهلون، موسی علیه السلام گفت شما بسیار قوم جاهل هستید، ما برای شما عقیده توحید بیان میکنم، شما پس میین با بت پرستی. سوره اعراف آیت 138. ان هو الا متبر ما هم فیه، نیست یقینا این مردمایی که در آنچه هستن اینا در هلاک شونده هستند، یعنی اینا هلاک میشن با این معبودای باطل خود. و باطل ما کانوا یعملون، و آنچه که اینا میکنن باطل است. سوره اعراف آیت 139. مطلب سوم، الله متعال خود معبود یگانه معرفی میکنه در قرآن عظیمشان. وقتی موسی علیه السلام با الله متعال در کوه طور سخن میگه، الله متعال برش میگه که اننی انا الله، یقینا که من ای موسی علیه السلام الله هستم، لا اله الا انا، نیست معبود به حقی که ذاتش عبادت شود و حکمش اطاعت شود الا انا، بغیر از من، فاعبدنی، پس مرا عبادت بکو و اقم الصلاة لذکری، و نماز به یاد ما بخوان. سوره طه آیت 14. مطلب 14 که در اینجا بیان میشه، مطلب 4، بیان عقیده توحید الوهیت تمامی پیغمبران. کل پیغمبران دعوت به عقیده توحید الوهیت میکردن در پالوی دیگر اعتقادات. موسی علیه السلام به قومش میگفت که انما الهکم الله، یقینا که معبود شما الله هست، الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما، علم از بسیار وسیع است. یونس علیه السلام فنادى في الظلمات، یونس علیه السلام در شکم ماهی صدا میکرد که لا اله الا انت، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. پس عقیده لا اله الا الله عقیده تمام پیغمبر است. مطلب 5، امر به علم داشتن به لا اله الا الله. الله متعال میگه شما به لا اله الا الله علم داشته باشین. الله متعال میفرماید در سوره محمد آیت 19، فاعلم انه لا اله الا الله. فاعلم یعنی علم حاصل کن، انه یقینا که لا اله، نیست هیچ معبودی به حقی که ذاتش عبادت شود و شریعت و قانونش اطاعت شود الا الله، بغیر از الله متعال. پس ما شما کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را چه قسم ترجمه میکنیم؟ کلمه طیبه را میگیم که لا اله، نیست هیچ معبود به حق، کلمه حق بیاریم، نیست هیچ معبود به حق که ذاتش عبادت شود و شریعتش اطاعت شود الا الله، بغیر از الله. ببین این حصر است، الا را ادات حصر میگه، یعنی فقط تخصیص برای الله میشه، قبل از کلش نفی شد. و وقتی که میگیم محمد رسول الله، میگیم که محمد صلی الله علیه و سلم رسول، یعنی فرستاده الله است.
و یا میگیم اشهد و شهادت میدم ان لا اله الا الله، این که نیست هیچ معبودی به حق که ذاتش عبادت شود و شریعتش اطاعت شود الا الله، و اشهد ان محمدا، و شهادت میدم که محمد صلی الله علیه و سلم عبده و رسوله، بنده الله هست و رسول الله هست. یعنی وقتی که ما شما کلمه میخونیم در حقیقت با الله متعال 3 تعهد میکنیم. یک کس از شما پرسان میکنه یک کافر است، پرسان میکنه میگه من که مسلمان شدم چی باید بخونم؟ بس میگیم که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله رو بخوان. میگه ما کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله خو یک عبارت کوتاه هست، درش میگی این مفهوم بسیار بزرگ داره، به این معنا که تو قبلا که کافر بودی هیچ تعهد نداشتی، عهد و پیمانی با الله نداشتی، وقتی کلمه میخوانی 3 تعهد با الله میکنی. خوب دقیق رو متوجه باشی که باز این 3 تعهدات از پیشتان پرسان میکنن. این تعهدات 3گانه چی هست؟ اول انسان مسلمان تعهد میکنن که یا الله بغیر از ذات تو من هیچ کس دیگه عبادت نمیکنم. چرا این تعهد میکنن؟ به خاطر که الله متعال در قرآن عظیم شان میگه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، و فیصله نمود رب تو الله تعبدو، ای که عبادت نکنید الا مگر ایاه او را. بناهن کل ما شما به الله تعهد میکنیم که یا الله مطابق فیصله خودت ما عمل میکنیم و به غیر ذات تو به کسی دیگه هیچ عبادت انجام نمیدیم. تعهد دوم چی است؟ تعهد دوم تعهد میکنیم که یا الله به غیر از شریعت تو قانون هیچ کس دیگه را قبول نمیکنیم، و اگر صلاحیت داشته باشیم و سعی و تلاش میکنیم که امی شریعت تو را در زمین تو که ما به خاطر اینمی هدف خلق شدیم که عبادت بکنیم و اطاعت تو را بکنیم و شریعت تو را در زمین الله حکمش تنفیذ بکنیم تا جایی که وصل ما میرسن، بغیر از حکم الله حکم کس دیگه را قبول نمیکنیم. پس تعهد اول ای که بغیر از الله و کس دیگه عبادت نمیکنیم. تعهد دوم بغیر از شریعت الله قانون دیگه را نمیپذیریم، نه قانون روس و نه قانون امریکا و نه قانون دیگر. از این خاطر بعضی کسایی که در کشورهای دیگه میرن، مثلا یک کسی میخواد در روسیه تابعیت بگیره، بازوش در قانون داشت میگه که تو باید تعهد بکنی که من این قانون روس قبول دارم. اینجا تعهد خود به امرای الله در حقیقت شکستان. بسیاری کشورها هم یک ورق داره، از پیشش تعهد میگیره که تو باید مطیع و فرمانبردار قانون ما باشی. قبول داری امیره که ما تو را تابعیت بدیم، نشنالیتی بدیم؟ این بسیار خطرناک است، ولی متاسفانه بسیاری مردم نمیفهمن و اگر برشان گفته میشه باز قبول نمیکنن. بناهن این تعهد دوم به اساس چی است؟ این الحکم الا لله، حکم نیست مگر مخصوص الله است. امر الا تعبدوا الا ایاه، الله امر کرده که بغیر از الله کس دیگه را عبادت نکنید. این عبادت تشریعی هست، یعنی شریعت الله را قبول میکنید، دیگه شریعت ها و قوانین قبول نمیکنید. اینا کسایی که باز میخیزه در مقابل از قسم بیاد میکنن که من قانون تو را تطبیق میکنم، این تعهد دوم خود در حقیقت شکستانده است. تعهد سومی از برای الله که یا الله ما عبادت ذات تو را و اطاعت شریعت تو را فقط به یک طریقه میکنم که او طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ما اهل طریقت هستیم. طریقه ما چی هست؟ طریقه ما طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم، بزرگ ما و سردار ما و رهبر ما و راهنمای ما. الله بر ما تعیین کرده محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله میگه ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، شما اسوه‌تان، رهبرتان و بزرگتان کی میگه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. و ما آتاکم الرسول فخذوه، الله امر میکنه آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده هست اینو چی کنین؟ اینو بگیرین. و ما نهاکم عنه فانتهوا، و آنچه که از او نهی کرده از او شما منع شوید. و این اساس اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم در تمام عبادات و در تطبیق نظام های اسلام، قوانین اسلام، شریعت الله
این کلش چیزی واجب است برای انسان مسلمان. پس ما شما 3 تعهد داریم. یا الله بغیر از ذات تو کسی دیگر عبادت نمیکنم، یا الله بغیر از شریعت تو قانون هیچ کسی رو نمیپذیرم و بالای خود و بالای زمین، بالای فامیل خود، بالای تمام مخلوقات تا جایی که واسه میرسه بغیر از شریعت تو دیگه قانون نمیپذیرم و تطبیق نمیکنم. و تعهد سومی که یا الله عبادت ذات تو را و اطاعت از شریعت تو را به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنم. نکته دیگه که دوستای عزیز تا اینجا ما شما میخونیم 7 شرط است در کلمه طیبه. 7 شرط است و در مقابل هر شرطش آیت قرآن است. این 7 شرط کلمه طیبه چی است؟ شرط اول باید به این کلمه علم داشته باشی. چه قسم علم؟ علمی که جهلت را از بین ببره. یک انسانی که وقت برای کلمه نده، به تعلیم کلمه نده، این علم از کجا پیدا میکنه؟ پس انسان مسلمان مکلفیتش اینمی هست که باید علم داشته باشه که جهل زیر چی کنن؟ از بین ببرن. دلیلش چی است؟ الله سبحانه و تعالی در سوره محمد آیت 19 میفرماید فاعلم انه لا اله الا الله. پس علم داشته باش که یقینا که نیست هیچ معبود به حق که ذاتش عبادت شود و شریعتش اطاعت شود الا الله، بغیر از الله متعال. پس شرط اول کلمه چی است؟ علمی که جهل از بین ببره. شرط دوم کلمه چی است؟ یقین است که شک و شبهه دو باقی نمانه. اولش علم بود و تو علمی که جهل باقی نمانه. شرط دومش تو یقین داشته باشی به کلمه و به ایمانیات که چی است؟ که در اونجا باز برای تو شک و شبهه باقی نمانه. الله متعال در سوره حجرات در آیه 15 چی میگه؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. یقینا که مؤمنا کسایی هستند که ایمان آوردن به الله و رسولش ثم لم يرتابوا، باز در اینمی شک نکردن. امروز دشمنای اسلام وسایلشان چی هست؟ در وجود الله مثلا شک می‌بردن. بسیار دیده باشید دهری‌ها هستن، ملحدین هستن، در وجود الله شکوک می‌بردن. شک و شبهه در ذات الله می‌بردن، شک و شبهه در نام‌ها و صفات الله می‌بردن، در عبادت الله، در اطاعت الله. شک و شبهه در شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، در مورد قرآن، در مورد احادیث. شما ببینید بسیاری کسا در کتاب‌های حدیث، در راویای حدیث شک و شبهات ایجاد میکنن. در احکام اسلام، در حقوق زن، در حقوق طفل، در کل ازی شک و شبهه را ایجاد میکنن. این حال مسلمانی که یقین درست نداشته باشن یه چیز این باز با اینمی شبهات دشمنای اسلام چی میشن؟ در شک و شبهه میفتن. پس شرط کلمه لا اله الا الله امی هست که انسان مسلمان اوتی یقینی داشته باشد در اونجا شک و شبهه نمانه. سومین شرط کلمه لا اله الا الله چی هست؟ قبولی که در آن رد کدام حکم نباشه. یعنی تو قبول بکنه شریعت الله را، حکم الله را، که هیچ چیزی را رد نکنه. بعضی کسایی هستن افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. مثلا یک بخش یک آیت قرآن قبول میکنه، باز دیگه‌اش قبول نمیکنه. میگه مثلا من نماز قبول دارم، نظام اقتصادی اسلام قبول ندارم. نه خیر، کلمه حق کسی که میخونه باید تو قبول بکنه که در او هیچ چیز رد نکنه. انما در سوره نور آیت 51 الله متعال میگه انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. این میگه مسلمان ها وقتی که به الله و رسول دعوت شوند که بیا به قرآن و سنت، بیا به قرآن و سنت. قرآن کلام الله است و سنت هم وحی الهی است. بیا به قرآن و سنت عمل بکنیم. الله متعال میگه که مؤمنای واقعی که
دعوت شوند به طرف الله و رسولش، به طرف قرآن و سنت، لیحکم بینهم که الله و رسولش در مسائل زندگیش برش در احکام فیصله بکنن، یا باز چی میگن؟ سخن از یا چی است؟ ان یقولوا سمعنا و اطعنا، میگن ما شنیدیم و اطاعت کردیم، خلاص. الله متعال میگه و اولئک هم المفلحون، اینی مردم ها کامیاب هستند. سوره نور آیت 51. اما مردم های بیدین چه قسم است؟ اونا را هم الله متعال معرفی میکنه، میگه انهم كانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. برای از اونا وقتی گفته میشد که لا اله الا الله تسلیم شوین، بگین لا اله الا الله، یا چی میکنن؟ تکبر میکردن. شرط چهارم کلمه طیبه انقیاد یا تسلیمی که هیچ حکمی را ترک نکنن. اصلا امی حاکمیت الله چی است؟ انقیاد و تسلیمی به حاکمیت الله است، چی تکوینی باشه و چی تشریعی باشه. انقیاد و تسلیمی به حکم الله است، اطاعت حکم الله است. الله متعال میگه که فلا و ربک لا یؤمنون، قسم است به پروردگار تو که این مردم مؤمن نیستن، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، باز تا وقتی که اینا در اختلافات خود ای رسول الله صلی الله علیه و سلم تو را حکم قرار ندن که تو مطابق وحی الهی برشان فیصله بکنی. اما خدا کفایت میکنه، میگه ثم لا یجدوا فی انفسهم حرج مما قضیت، باز چی نشه؟ در آنچه که تو فیصله کردی دلتنگی هم نداشته باشه. 3 شرط است. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، شرط اول. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرج مما قضیت، باز در نفسهای خود حرج دلتنگی نداشته باشه. اگر به حکم تسلیم شود، خب بگه والا من یه حکم قبول کردم، خب به مجبوریت دلم تنگ است، باز هم این مؤمن نیست. اگر این دو تا کرد، میگه نه یک شرط دیگه هم هست و یسلم تسلیما، 100% باید به این تسلیم شود. پس یکی از شرط چهارم کلمه چی است؟ انقیاد یا تسلیمی در حکم الله که هیچ حکم از رو ترک نکنه. نگویه که این حکم میگیریم ایره نمیگیریم، ایره چطور است؟ نه، کل احکام قبول بکنه و تسلیم باشه به کلش. شرط پنجم کلمه طیبه چی هست؟ صدق و راستی است. او تو صدق و راستی داشته باشه، صادق باشه، زبان و قلبش یکی باشه، که دروغ وجود نداشته باشه، کذب از بین ببره، دروغ از بین ببره. قل صدق الله، الله متعال میگه بگو الله راست گفت. سوره آل عمران آیت 95. فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، شما متابعت بکنین ملت ابراهیم که ملت حنیف پاک است. و ما کان من المشرکین، ابراهیم علیه السلام از جمله مشرکین نبود. پس شرط پنجم کلمه چی است؟ صدقی که کذب از بین ببره، ندست با دروغ باشه، به امرای الله، به امرای الله تو صادق باشی، زبانت و قلبت و اعضای بدنت کلش تصدیق بکنه، کلش تصدیق، غلطی و دروغ نباشه. چرا الله متعال در سوره احزاب آیت 8 چی میگه؟ لیسأل الصادقین عن صدقهم، تا سؤال شوند صادقان از صدقشان، راستیشان. شرط ششم کلمه چی هست؟ اخلاص است. چه قسم اخلاص داشته باشیم؟ که 100% اعمالت خاص برای الله بکنی، نیتت 100% نیتت خاص برای الله بگیری، 1% هم برای مخلوق نباشه، 1% هم مخلوق شریک نسازی. از این خاطر اخلاصی داشته باشه که چی از بین ببره؟ شرک از بین ببره، چی شرک اکبر باشه و چی شرک اصغر. شرک اکبر که مخلوق در نیت خود بیاری، و شرک اصغر چی است؟ که به خاطر مخلوق کار نمی کنی، بلکه کار به خاطر الله میکنی، لیکن دو ریاکاری میکنی. نه، او تو اخلاص داشته باشی که هیچ چیزی را با الله
شریک نکنی، شرک کاملا از بین ببره. اخلاص صادقانه که انسان یک عمل خود خاص به خاطر الله میکنه، نه به خاطر چوکی، نه به خاطر قدرت، نه به خاطر پیسه، نه به خاطر شهرت، نه به خاطر بلکه به خاطر الله میکنه. و شاید اما اخلاص ازی که به خاطر الله میکنه به قیمت جان ازی تمام شود و مردم تصدق شوند که ایره بکشن، بازم اما تو اخلاص داشته باشه که هیچ کس در این شریک نسازه، فقط به خاطر الله. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. رسول الله صلی الله علیه و سلم قل، الله برش حکم میکرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم بگو بر از مردم که نمازمه، ان صلاتی نمازمه و نسکی و تمام مناسک ما اگر ذبح میکنم یا حیوان یا پرنده و یا دیگه مناسکی در حج است یا دیگه مناسک عام است، این انجام ان صلاتی و نسکی و زندگی من و مرگ من لله خاص برای الله است. تا وقتی که الله بخواد من زنده باشم، من راضی هستم به زندگی الله. روزی که الله بخواد که من بمرم، راضی هستم به مرگ، آنچه که الله برای من تقدیر کرده، چرا کلش خاص است برای الله که رب العالمین است. زندگی من به خاطر الله است و مرگ من به خاطر الله است. اخلاصی که شرک چی کنه؟ از بین ببره. باز در قلب انسان چیزی شریک نباشه که مخلوق دو شریک شود. هفتمین شرط کلمه لا اله الا الله چی است؟ هفتمین شرط کلمه لا اله الا الله محبت است که بغض شاعر الله را از بین میبره. ات یک محبت داشته باشی با الله، ات محبت داشته باشی با شاعر الله، ات محبت داشته باشی با رسول الله صلی الله علیه و سلم، ات محبت داشته باشی با اولیاء و دوستان الله که بغض و بدبینی که در قلب تو هست این از بین ببره. با هیچ موحد بغض نداشته باشی، کلشان به خاطر الله دوست داشته باشی. شاعر الله را، کعبه را دوست داشته باشی، قرآن را دوست داشته باشی، رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داشته باشی. اینا کلش در شاعر داخل میشه. پیغمبران را دوست داشته باشی، نامهای الله را دوست داشته باشی، حجاب را دوست داشته باشی چون حکم الله هست، سطر را بیش دوست داشته باشی به خاطر از اینکه سنت رسول الله این هم یکی از شاعر الله هست. و مسلمان موحد دوست داشته باشی که ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. الله متعال میگه برای الله عزت است، ولرسوله و بر رسولش است و به مؤمنا هم عزت است. به این خاطر انسان مسلمان وقتی که الله را دوست می داشته باشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست می داشته باشه، مؤمنا را دوست می داشته باشه و هر آنچه را که الله حکم کرده و دوست داره او را دوست می داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.